خب اما اجازه بدید که از فرصت استفاده بکنیم، یه گریزی بزنیم روی کامپوننت ها دوباره. خب جای خوبی نیست این کار رو بکنیم ولی اشکالی نداره. یادتون باشه با پاپ آپ ها تا حدودی آشنا شدیم. حالا میخوایم یه سری بررسی روش انجام بدیم که چه قابلیت هایی پاپ آپ ما داره. گفتیم که یه پاپ آپ داریم، یک شو پاپ آپ بیهیویر که میتونیم اون شو پاپ آپ بیهیویر رو روی کامپوننت های مختلف بذاریم که اون در واقع بیهیویری که مسئول بازگردن این پاپ آپیه که ما اینجا تعریف کردیم. اما این پاپ آپ میتونست انواع و اقسام خاص خودش رو داشته باشه. مثلا یه حالتش بود به نام نوت. توی این حالت نوت مثل این میمونه که شما میخواید فقط و فقط یک تکست خاص یا به کاربری که قراره نشون بدید. شکلش هم شبیه بالونیه که کنار اون تکست شما یا اون کامپوننتی که میخواید باز میشه، شبیه دقیقاً انگار که یه هلپی هم میخواید نشون بدید، اما خب دستتون رو باز گذاشته، توش میتونید تیبل بذاری ولی خب جالب از آب در نمیاد. به طور مثال من جای آوتپوت تکست میندازم please contact administrator. مثلا چطوره که اصلا اینو به عنوان یه مسیج هم درستش بکنم. یعنی مثلا بگیم که من میخوام داخل این یعنی مسیج بندازم که داخل این مسیجم اینه و مسیجم از نوع اینفورمیشن. این خوبیش اینه که یه سری آیکون ها و تکست های اتوماتیک داره. این وارنینگه، این مثلا اروره. خب تک تک این آیکون قابل کاستومایز هست، مقدارش هم قابل کاستومایز هست. حالا این پاپ آپ تنهایی به درد من نمیخوره. من نیاز دارم که بگم توی حالت خاصی مثلا روی آوتپوت تکست آتو ساجستشن هم انشالله میگم، چیز خاصی نداره. یه موقعی یادم بنداز اگه به LOV رسیدیم همونجا براتون تو فیلد عادی نمیشه. چرا اون میشه ولی با LOV هم خیلی قشنگ میشه کار کرد. یعنی تو به جای اینکه LOV رو باز بکنه همونجوری که داره تایپ میکنه آتو ساجستشن واسش بیاد توسط اون مقادیری که داخل لیست هست. خب فرض بکنیم من میخوام به محضی که روی این تکست هر موسم اومد هاور شد مثلا اون نشون داده بشه. ببینید تا چه حد توی هر کامپوننتی میتونیم موضوع استفاده بکنیم. توی همه شو پاپ آپ بیهیویر رو داریم. چون این شو پاپ آپ بیهیویر در واقع در اصل و بنیاد از سیستم جاوا اسکریپت استفاده میکنه، پس قاعدتا روی تمام کامپوننت ها میشه استفاده کرد. گفتیم اولا یه آیدی پاپ آپ میخواد، کدوم پاپ آپ رو میخوای باز بکنم، خب بعد آیدیشو بهش بگید، بعد بهش میگین که مثلا کی، میگین که وقتی موسم هاور شد، وقتی روم مثلا حرکت کرد، میگه کد چجوری الاین بشه، میگم after end، و وقتی الاین آیدی نذاریم بر اساس خودش این اتفاق میفته. حالا ببینیم چطور میشه. موضوعی که پاپ آپ ها دارن اینه که درسته که یه حالت کلاینت سایت دارن ولی خب دفعه اولی قابلیتی دارن که شما میتونید بگید که دفعه اول اصلا هیچ وقت نمیخوام رندر بشی، به محض اینکه اولین بار خودم خواستم، یعنی دیفرد. که خب این موضوع دیفرد خاطرتون باشه گفتم تو فصل تا خیلی قشنگ پیاده سازی شده. تو جی اس پی ایکس اینطوری نیست، انگار نه انگار که شما دیفرد گذاشتید. ولی موضوع دیگه که هست این شو پاپ آپ بیهیویر حتما یه تعامل کوچیکی با سرور داره، پس انتظار نداشته باشین. حتی اگه با API جاوا اسکریپتی هم کال بکنید میبینید که انگار تو بک بون سیستم یه رفت و آمدی ایجکسی صورت گرفت. حالا که میام روی این میبینید که دیدین که یه خورده لود شد دفعه اول، چون دفعه اول داشت لود میشد به خاطر همون سیستم هاورش. الان نکنه الاینی که من گذاشتم بعد گذاشتم، مثلا گذاشتم روی after end، endش میشه سمت چپ، من باید بگم after start مثلا. نشد، خب ولش دیگه، اینقدر تغییرش بدیم تا بشه end before end after چه میدونم. خب
بریم سراغ یه نوع خود کامپوننت پاپ آپ. اولا ببینیم چه گزینه هایی داره. خود پاپ آپ همونی که در واقع در اصل قرار میگیره یه حالتی داره که خب اولا انیمیشن نداشته باشه. نمیخوام یه حالت باز شدن و فیدین و فید آپ داشته باشی. میتونید کلا انیمیشن رو بردارید، کما اینکه شما میتونید این انیمیشن رو کلا آفش بکنید واسه کل سیستم که این موضوع توی trim.config صورت میگیره که شما میتونید بگید که animation enable مثلا false که اصلا کلا تا جایی که میشه تو کامپوننت انیمیشن صورت نگیره. خب این موضوع توی سرعت پرفورمنس برنامه هم تاثیر خودشو میذاره. میشه این کلا تو trim.com میشه پارامتریک کار کرد. چون مثلا میخوام بگم آقا تو این مملکت سرعت اینترنت پایینه پس فالسش کن. آره میتونی توی trim.config شما قابلیت EL expression نوشتن دارید. این یعنی تمام همه پارامتراش واسه همه پارامترش. اینه که شما میتونید مثلا این متدی بنویسید تو بک آی پی شخص رو میگیره، تشخیص میده کدوم کشوره و مثلا تو رو فالز برمیگردونه. این حالا میشه کاری کرد. کانتنت لیزی یعنی اجزایی که داخل منه رو همون لحظه که داری لود میشی ایمیدیت همه رو رندر کن، یا لیزی یعنی هر موقع دفعه اول نیاز بود برو اینا رو لود بکن. لیزی آن کشت یعنی دفعه اول که باز کردی به غیر از اونم دفعه دوم باز کردی بازم رندر کن، دفعه سوم بازم رندر کن، دفعه چهارم بازم رندر کن، هیچ وقت کش نکن. به درد اون جایی میخوره که شما میخواین از طریق فرض بکنید همون تکست هاورمی یک سری پارامتر ارسال بکنید به پاپ آپتون و اون پارامتر رو نشون بده. به خاطر همین باید پس کش نشه. درسته؟ Child creation deferred یعنی اصلا پیج که لود شد کلا تا زمانی که منو کسی باز نکرده لود نشد. لانچ ور و ایونت کانتکست ها بهتون بعدا میگم. آتو کنسل هم یعنی اینکه اگر بیرون از پاپ آپ من کلیک کرد خودش اتوماتیک کنسل بشه. ریست ادیتبل ولیو ممکنه شما داخل چایلد ها از اینپوت تکست استفاده کرده باشید. شما میخواین هر سری که باز شد وقتی که کنسل شد تمامی ادیتبل ولیو ها یه دور ریست بشن، مقدار قبلی داخل خودشون نگه ندارن میمونه دیگه. حالا اگه مخصوصا لیزی آن کش هم نباشه که دیگه همیشه دیگه یک دور رندر شده همون داشت میتونه. پاپ آپ فچ لیسنر به محض اینکه پاپ آپ من باز شد یه نه متد تو بکینگ بین کال بشه خیلی به درد بخوره. پاپ آپ کنسل لیسنر وقتی کنسل شد پارشال تریگر هم یعنی به کجا در واقع تریگر بشن. اینا هم که خب توی همه مشترکه. اما چه اجزایی میتونیم بندازیم؟ اجازه بدیم یه پاپ آپ دیگه بندازم به نام مثلا پاپ آپ یعنی رسته بودم بهشون. یه پاپ آپ دیگه داریم پاپ آپ منو. من میخوام یه منو خاصی نشون داده بشه عین اینکه شما میخواید ببینید که به محض اینکه کلیک راست شد روی این تکست من یه منو کنارش باز بشه. الان ریزالت رو میبینیم. به طور مثال میتونم داخل یه آیتم بذارم به نام مثلا مثلا کپی. مثلا create new employee قشنگه دیلیت کن مثلا. یا حتی میتونین این منو رو داخل یه دونه سطر از یک تیبل بذارید، مثلا اسمشو بذارید delete current row. آره دیگه اکشن هم داره و همه کار میتونید. اکشن خود فکتورا دیگه که باید بنویسید. میتونید اکشن لیسنر بسازید به شرط اینکه اگر تو تیبل انداختی مطمئنی که کارنت روت ست شد. اگه کارنت روت ست نشد خب وقت بعد یه کار دیگه هندلش کن. بعد هندلش کن. از اون چیزای آماده خودش توی تریکتور دیتا کنترل نمیشه استفاده کرد تو پاپا. delete next previous created چرا برای اینا هر اکشنی که دلت میخواد بده. تو فرض بکن اینا داخل پیجت باز شده ولی خب
نه میتونم مثلا یه لینک بذارم به نام لینک ADFE بعد بگم که مثلا show menu pop-up behavior control drag نخواهیم دیگه هر سری تستش بکنیم P2 این سری میتونم بگم که نکنید ما کانتکست منو هم داریم یعنی همون کلیک راست یا دابل کلیک هم داریم اگه روش دابل کلیک شد مثلا من یه نمونه داشتم که میگفت که من میخوام وقتی روی تیبل دابل کلیک شد کارنت رو ست بشه نمیخوام این کلیک معمولی که شد آخه مجبوری واسه تیبلتون یه دونه مثلا حالا اونجا بحث جاوا اسکریپت بوده شما باید جاوا اسکریپت بنویسید روی دابل کلیک مثلا یه متدی اتفاق بیفته که توی جاوا اسکریپت توی جلسات نهایی ان شاءالله بهش میرسیم که خیلی برای دیزاینرها مفیده الاین آیدیش هم میتونیم به خودش بدیم یعنی میتونیم بگیم آقا بر اساس خودت الاین بشو خب حالا ران فکر کنم نیاز به چیزم نداریم نیاز به دوباره ران کردن نداریم فقط XML اون تغییر کنیم نکنید الان هیچ اتفاقی نمیفته ولی کلیک راست که میکنم کپی کریت چی؟ مثلا یه اکشنی رخ میده نوع پاپ دیگه ای که مد نظرمونه و اینم مسائل خاص خودشو داره پاپ دایالوگ هست دایالوگ یعنی که منتظر یه سوال پرسیدی از کاربر منتظر جوابشی که خب چی کار میخوای بکنی کاربر آیا مطمئن هستید اوکی کنسل آیا میخواین که واقعا این فایل پاک بشه آیا واقعا همچین مسیجی به طور مثال میتونیم بگیم که مثلا یه دونه آوتپوت تکست بندازیم بگیم که are you sure to delete چی؟ دیالوگ یه سری خودش تازه قابلیت‌های دیگه داره میگه که آقا تایپت میخواد چی باشه yes no باشه yes no cancel باشه حتی تو میبینی که آقا اصلا کم داره این موضوع میتونی دکمه خاص خودت رو اضافه بکنی که البته اینجا مجبورشی اکشن خودت رو هم اضافه بکنی یه تول بار رو یه دکمه های درست بکنی حالا بهتونم میگم که چطوری میتونید باهاش این موضوع هندل بکنید بذارین مثال میذارم اتفاقا طوری نیست بذارین اینو باتن هم میندازم به نام I'm not sure بماند که اینا رو میتونید لیبلاشو عوض بکنین اینا مثال زدم مثال ممکنه هر کاری بشه باهاش انجام بده اینو به یه بکیم بیم وصل میکنم متدش هم همون خوبه حالا چطوری میتونیم این کار رو بکنیم الان براتون توضیح میدم بذارین اول پراپرتی بقیه‌اش رو چک بکنم تایتل میتونیم بذاریم مثلا کانفر که اون بالای مثلا چیز بیفته تایتلش بیفته تایتل آیکون هم میتونید بذارید که آقا ما خواهم کنارش آیکون هم باشه مودال هم توضیح دادیم که آیا میخواین بیرونش کاملا غیر قابل دسترسی باشه واسه کاربر آیا میخواید طرف نتونه خودش کلوز بکنه کلوز آیکون ویزیبل فالز اصلا نمیخوام اون رو بزنم حتما باید یک کدوم از این دکمه رو بزنم چون اون در واقع حکم همون کنسل داره ولی لیسنرش رو فعال نمیکنه آیا قابل ریسایز باشه کاربر بتونه هی بزرگ و چیکش بکنه آیا بر اساس چیلدرنایی که توش دیدین مثلا استرچش بکنم بزرگ یا بر اساس اولی یا اصلا هیچ کدوم توی اپیرنس هم دو تا دیگه هم که خدمتتون بگم اینه که کانتنت هم ویتسش چقدر باشه 600 در مثلا 800 خب اینا هم میتونید روشون کار بکنید
میتونید تکست ها هم اینجا عوض بکنید. نو رو میخوام بگم نه اگر خواستین، اما اگه خواستین گلوبال عوضش بکنید که هر سری دونه دونه عوض نکنید میشه بحث اسکینینگ. توی بیهیویر اما مهمترین چیزی که الان میرسیدیم بهش دیالوگ لیسنر. هر کدوم از اینه که کلیک کرد چه اتفاقی بیفته؟ میتونید بگید که ادیت وصلش میکنم به این دیالوگ مثلا سلکتد. خب توی دیالوگ سلکتد ما یه سری خصوصیات داریم. قبل از اینکه اونو برسم من برای اینکه تو بکینگ بینم به پاپ آپ دسترسی داشته باشم کل پاپ آپ هم بایندش میکنم به بکینگ بین که به آبجکتش دسترسی داشته باشم. پاپ آپ مثلا کانتر. خب حالا بریم سراغ متدها. دیالوگ سلکت که گذاشتم به دیالوگ ایونت اومد. این دیالوگ ایونت یه اطلاعات خیلی مهمی داخلشه. آیا دیالوگ ایونت الان اونی که انتخاب کرده دقیقاً دات آوتکامش مساوی نوعه؟ آیا مساوی نوعه؟ این در واقعیت نه اینامه. آیا مساوی یسه؟ اگه هیچ کدوم از این نبود یعنی کنسله. به خاطر این کنسله دیگه دیپریکیتش کردم. گفتن دیگه آقا هر کدوم نباشه دیگه کنسل دیگه کنسل کردم. ها I'm not sure رو دیگه اینجا ندارید. I'm not sure رو من به جاش خودم متد نوشتم. اما توی این متد یه سری کارا انجام میدم. چطوری حالا یه تهش بگم که آقا من میخوام پاپ آپ کنسل بشه هاید بشه، چون اینجا اتوماتیک به محض اینکه یس نو کنسل می‌زدی هاید میشد. به خاطر همین مجبورم به پاپ آپ هم دست داشته باشم. پاپ آپ کنسل. پاپ آپی که بایندش کردم و کلا کنسلش میکنه، انگار که کلوزش میکنه. این از این. حالا واسه یه دکمه میذارم و دقیقاً اون کاری که میخوام انجام بدم. اما یه حالتی پیش میاد که شما نمیخواید با زدن این دکمه الا بلا اون پاپ آپ باز بشه، میخواید بر اساس شرایط خاصی پاپ آپ باز بشه. یعنی میخوایم بگیم که اول آقا برو چک کن ببینم روی وجود داره توی مثلا این تیبل، اگر وجود داشت برو پاپ آپ را باز بکن. چطوری این کارو میکنم؟ مجبورم کد بکینگ بینی بنویسم دیگه که تو بکینگ بینم باید هندل بکنم که چطور اون پاپ آپ باز بشه. واسه این موضوع میرم یعنی دکمه فرض کن میندازم مثلا به نام دیلیت. میخوام که فقط اکشنش رو گذاشتم. میخوام چک بکنم که اگه توی شرایط خاصی این باز بشه اون پاپ، پس دیگه نمیتونم شو بیهیویر رو بندازم. یه متد درست میکنم مثلا توی اکشن لیسنرش فرقی نداره به نام چک اند شو پاپ. به طور مثال من اول از همه چک میکنم که if there are any row in table چک میکنم، اگه نبود که خب ریترن میکنم، اصلا نمیرسم به اونجا. اما اون کدی که میخوام پاپ آپ باز بشه شامل اینه. پاپ آپ همون که خب دارم. پاپ آپ قبل از که باز بشه نیاز به سری هینت داره. هینت یعنی چی؟ یعنی کجا باز بکنم، چی جوری باز بکنم و غیره. خب پس اونا هم باید حتما بهش بدم دیگه. پس یه دونه ست شو داره. داخل شو حتما یه مقداری از پاپ آپ هینتس میگیره. پاپ آپ هینت ها باید قبلش بسازم. میگم که آقا من میخوام یه پاپ آپ هینت نیو بکنم. یه اینر کلاس هم هست مساوی نیو پاپ آپ هینت. خب و این هینت رو بهش پاس میدم. اگه اینجوری بدم باز میکنه، اما یه سری مسائل ها ندارم که کجا باز بشه، به چه نسبتی باز بشه. چون بگم هینت دات اد، میگه هینت تایپ تو بگو ببینم. میگم هینت تایپ من دات مثلا میخوام بگم که آقا الاین آیدی چی باشه. خب بعد میشه شامل افتر اند، بیفور اند و غیره. واسه این موضوع مجبورم بگم که آقا مثلا میخوام که آقا افتر اند باشه.
یه API قشنگ که نوشتن شما نیاز نیست دوباره اینجا دوباره اد بکنید. همینجا دوباره خروجی خودش یه دونه پاپ آپ هینت بود، میتونید دوباره اد بکنید، بگید که میخوام دقیقاً هینت تایپ نه دیگه شو بیهیویر من ننداختم. وقتی شو بیهیویر مینداختی انگار که تو XMLش اینجکت میکردی، ولی وقتی خودت با دکمه میخوای توی شرایط خاصی یه دفعه پاپ آپ بیاد بالا مجبوری که این کار رو بکنی. مثلا میگه که الاین آیدی ها چی میخواد، میتونی بهش کامپوننت بدی. مثلا میتونی بگی که کامپوننت مثلا باتمت آره میتونی مثلا همینجا بگی که action event dot get source get component و غیره. اینجا در نهایت شو رو میزنی و میبینی که پاپ آپ باز شد. این هم پس حالت کدی که توی یه if then else بتونی پاپ آپ تا شو در واقع ست بیهیویره یه همچین چیزی پشتش دقیقاً پشتش داره، اونم همینو میزنه، اما همیشه این اتفاق میفته. ولی این یعنی زمانی که من توسط کدی میخوام اتفاق بیفته. خب میرسیم سراغ آخرین نوع که خب ساده ترین نوعش هم هست، چیز خاصی نداره. پیا میزنم آرام میاره کشتم. یه پاپ آپ میندازم و این سری بیا کنید یه پاپ آپ هم داره که توش یه دفعه میتونید مستقیم پنل گروپ بندازید، ولی این دیگه هیچ خاصیت خاصی نداره، انگار یه پنل معمولیه. خب پس من میتونم اینجا یه حالت پنل ویندو هم دارم. تو این پنل ویندوه مثلا میتونید تیبل، تیری، چیزای خاصی بندازید. کامپوننت هایی که تو صفحتون جا نمیشده بذارینش داخلی باکسی و توی شرایط خاصی مثلا اون پاپ آپ رو باز بکنید اونجا بتونید انتخاب بکنید. داخل این میتونید هر کامپوننتی که دوست داشتین بندازین. خب با این تفاوت که حالا اینم یه سری قابلیت خاصی خودش داره. اولا دیگه لیسنر نداره اما مودال و غیره را داره و میتونید از این موضوع هم استفاده بکنید. روش آخری که واسه باز کردن پاپ آپ وجود داره با استفاده جاوا اسکریپت که اونا در ادامه بحثمون که به جاوا اسکریپت رسیدیم مطرحش میکنیم و باهاش کار میکنیم.